از اونجایی که 2-3 روز اصلا حال روحی خوبی نداشتم، دست بابامو گرفتم و زدم به جاده، چون تنها کسی که توی این موقعیت‌ها به حرف من گوش میکنه و کلی توی راه با من صحبت میکنه و درد و دل میکنه بابامه و واقعا حالم باهاش خوب میشه. یه دلغکیه مثل خودم. رسیدیم ویلا و اینجا زغال گذاشته بود داشت میپرید روش. شب و خوابیدیم. صبح پا شدم دیدم که بله بابا داره جوجه کباب میزنه و اصلا خوشمزه نشد. روک بهتون بگم خیلی سفت بود. یکم ویو اتاق خودم رو نشونتون بدم. صبحش خیلی قشنگه ولی شبا خیلی ترسناکه و من اصلا از اتاقم راضی نیستم حقیقتا. غروبم رفتیم دریا و این فیلمای زشتی که میبینید و بابام گرفته. رو میزه میگه فقط ماشین چهارچرخه ها به من میگه اینجا هم باش داشت اثرای هنریشو به نمایش میذاشت که آب دریا نذاشت. بعد من دلم وحشتناک آش خواست، آش رشته، و اینجا رو پیدا کردیم که اصلا بهش نمیخورد آش خوشمزه‌ای داشته باشه و واقعا هم نداشت. این سس تندا رو آوردن، نمیدونم دقیق سسه یا نه ولی خیلی خوشمزه بود با اینکه وحشتناک تند بود. من آدم تندخوری نیستم. شبم دیگه من نشستم پشت فرمون و رفتیم تو دره.